تماشابینان محترم، امروز ما در برنامه آنلاینی مرکز اسلامی جمهوری قرار داریم. موضوع صحبت ما درباره بی‌مکانی خداوند جل و علا است. ما از تماشابینان محترم خواهش میکنیم که هر چیزی که در اطراف همین موضوع اگر سوال ها داشته باشند، بی‌فهمی ها داشته باشند، نافهمی ها داشته باشند، میتوانند آزادانه سوالشون را بدهند. به قدر و استطاعتی که ما داریم انشاءالله ما آماده هستیم و جوابهای سوالهای جواب شما ما پاسخ بگردانیم. پیش از آغاز صحبت، پیش از درآمدن در این موضوع میخواهم یک چیز در معلومات شما برسانم که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که یکی از جمله تابعین، یکی از جمله اساسگزار مذاهب اهل سنت و جماعت است، درباره عقیده، درباره علم کلام، درباره الهیات کتاب تألیف کردن و عقیده پیغمبر و صحابه را در اون کتاب جمع آوری کرده است که نام کتابشون فقه اکبر نام دارد. یعنی فقه اکبر به معنای دانشی که وابستگی دارد به خداشناسی گفتگی. فقه اصلا علم دانش میگن که فقه که دانشی که به الهیات و خداشناسی وابستگی داشته باشد او را فقه اکبر میگن. دانشی که به فروعات و حلال حرام و فرض و واجب به یا تعلق داشته باشد او را اصغر میگن. این اصطلاح حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بود. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عقیده پیغمبر و صحابه را جمع نمود و یکم در اسلام او کس اساس گذاشت و اصول عقیده اهل سنت و جماعت پایه‌گذاری کرد و نام کتابشون فقه اکبر نام کردند. در همون کتابش بیان میکند که بسم الله الرحمن الرحیم ولا یزال باسمائه و صفاته الذاتیه و الفعلیه. خداوند جل و علا همیشه بود و همیشه هست و تمام اسمها و صفاتهای ذاتی و فعلیش. خداوند جل و علا ذاتش قدیم است و اسمهاش قدیم است و صفاتهاش قدیمه. قدیم سرمایه که ابتدا و انتها نداره، یعنی ذات ابتدا و انتها نداره، تمام اسمهاش ابتدا و انتها نداره و تمام صفاتهاش ابتدا و انتها نداره. و تر بیان میکنه که لم یحدث له اسم ولا صفه. خداوند جل و علا ده یگان اسم از اسمها و یگان صفت از صفاتها بعد پیدا شدگی نیست. هر چی که برای خداوند جل و علا اطلاق میکند ازلی است. برای همون که خداوند جل و علا پیش ای مکان ها بود، پیش ای خلق شدن مکان بود، چی خیلی که پیش بود بعد خلق شدن مکان هم همون مکانه. یعنی قدیم سرمین که قدیم تغییر یافتن یا که نباشه یک جا انتقال کردن ایها را در ذات خودش قبول نداره که مثلا ازلا خداوند جل و علا که این سال بگیم که صفتی مکان نداشته باشد، بعد خلق کردن عرش که بعد همون مکان صفت مکان برای خداوند جل و علا پیدا شده باشه، یا صفت جلوس برای خداوند جل و علا یا صفت قرار گرفتن برای خداوند جل و علا قرار داشته باشه، این چی میشود؟ محل از برای حوادث قرار دادن خداوند جل و علا میشود. این ممکن نیست که ایرا به خداوند جل و علا نسبت بدهند. و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبر در پایان داشت میگه که و هو شیء لا کالاشیاء و معنی شیء اثباته بلا جسم و جوهر معرض. خداوند جل و علا شیء است، یک شیء خداوند نه مثل دیگر شیء ها. و معنای بودن شیء اثبات شیء چیست که خداوند جل و علا جسم نیست، خدای تعالی جوهر نیست و خداوند جل و علا عرض نیست. اینها اجزای عالم است. علمای منطقی میگه که تعریف عالم میگه که العالم کل ما سوی الله فهو عالم. هر چیزی که غیر از پروردگار او عالم است. اجزای عالم عبارت از چیه؟ از جسم ها، یعنی چیزهایی که اعیان و اعراض، چیزهایی که قائم به ذات است، چیزهایی که قائم به غیر ذات است. چیزهایی که قائم به ذات است و دو قسم میشه، مرکب میشود، غیر مرکب میشود. مرکب شود جسم، غیر مرکب شود جوهر است. عرض چیزهایی که در جسم ها و در جوهرها پیدا میشود، مثل بودنی ها، بوی ها، مزه ها، رنگ ها، این هاست. یعنی خداوند جل و علا از عالم و اجزای عالم منزه و پاک است. خداوند جل و علا دوباره اما جسم اطلاق کرده نمی شود، خدای تعالی در جوهر اطلاق کرده نمی شود، خدای تعالی در عرض را اثبات کرده نمی شود. در دوامش با میگن بیان میکنه که ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. این مخصصات اجزای عالم است. وقتی که اجزای عالم
عبارت از همین چیزهای هر چیزی که جسم باشه او ضد داره، او چی داره، مثل داره، مانند داره، نهایت داره، حد داره. اون خداوند جل و علا از این چیزها هم منزه، پاک است که خدای تعالی را چیکار کرده می شود؟ ضد نداره، مثل نداره، خدای تعالی نهایت نداره. برای همون حضرت علامه تفتزانی هم در شرح عقاید نصفی میگه که ولا یتمکن بمکان ولا یجری علیه زمان، خداوند جل و علا یگان مکان در قرار نمیگیرد و با او جاری چی نمی شود؟ جاری هم یک مکان برای او جاری نمی شود و وقت برای او جاری نمی شود. برای که خداوند جل و علا خود در قرآن می‌فرماید، این آیات محکمات سوره شورا آیه 11: استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. نیست مثل خداوند جل و علا شیء، او بسیار شنواس و بیناست. گفته ذات خودش در قرآن بحث کرده است. وقتی که هر چیزی که درباره خداوند جل و علا در تصور، در فکر و خیال ما میآید، خدای تعالی غیر گویی که او خیلی نیست گفتگی. برای همون هر چیزی که در تصور ما میآید از اون چیزها منزه است. حضرت امام ابوالیسر محمد بزدوی هم در کتاب اصول دینش درباره که خداوند جل و علا در جهاد نیست گفته همین خدمت این دارد که اهل سنت و جماعت میگویند که خداوند جل و علا بر مکان نیست، او نه در عرش، نه بر عرش، نه به غیر عرش در هیچ جا او را مکان ثابت کرده نمی شود. او از جهات ست، از جهات ششگانه خالی است. الان در مقابل ها حنبلی ها، مراد از حشوی های از حنبلی ها میگن کرامی ها، یهودی ها و کسانی که به جسم بودن خداوند جل و علا مجسمه میگن خواهیدن، اونها میگن که خداوند جل و علا بر عرش قرار دارد. لیکن بعضی آنها میگن که خداوند جل و علا را چی است؟ جهتش ست است، همچنین که دیگر جسم ها است، بالا و پایان، طرف راست چپ، پاچه بالا و پایان و راست چپ، پیش خفا، اینها هم خداوند جل و علا را اثبات کرده می شود. دلیل بر این که خداوند جل و علا را مکان نیست، بلکه او بر صفتی است که پیش از آفریدن مکان بر آن صفت بود که چنین است. اگر ما بگوییم که پس از آفریدن عالم خدا بر مکان بود و آن عرش می باشد، در این صورت در آفریدن عالم خدا بر مکان بود، بگیم چی می شود؟ در ذات خداوند جل و علا تغییر را نسبت داده میشه. گویا که خدای تعالی ذاتش همین ذات است که تغییر یافتن قبول کرده. تغییر یافتن و انتقال شدن از مکان به از مکان دیگر گذشتن، یا از صفات های چیه؟ از صفات های حادث یعنی محدث. خداوند جل و علا ذاتش قدیمه، ذاتش تغییر ناپذیره. خداوند جل و علا هیچ وقت تغییر یافتن در ذاتش قرار که قبول نمیکنه. خدا و تمام صفات هایش واجب الوجود است. واجب الوجود چیزی که ابتدا و انتها نداره و دیگر اینکه انتقال از مکان به سو استقرار یافتن بر آن از صفات های چی است؟ جسم ها است. حالا که ما ذکر کردیم که خداوند جل و علا جسم نیست گفته حضرت امام بزدوی در کتاب اصول دینش بیان میکند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت نامه‌اش بیان میکند که اقرار میکنه که خداوند بر عرش استوا دارد به اینکه حاجت و قرار بر عرش داشته باشد، در حالی که خداوند حافظ نگهبان عرش و غیر عرش است. پس اگر خداوند جل و علا را بگیم که محتاج بر عرش بگیم، هرگز او بر ایجاد و تدبیر عالم قادر نمی بود. و اگر بگیم خداوند جل و علا محتاج به نشستن است و قرار گرفتن است، پس پیش از آفریدن عرش در کجا بود؟ سوال ها محال ها وارد میشه. خداوند بود در حالی که مکان نبود. بعضی خداوند جل و علا بر آن صفتی است که پیش از آفریدن مکان چه خیلی بود، بعد آفریدن خلق هم همون خیلی هست گفتگیش که یعنی تغییر ناپذیر است. گفته بر جهت تعظیم خداوند حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی اضافه عرش را به سوی خداوند تعالی بر دو وجه بیان میکنند. میگه یکم وجهش همین که در جهت تعظیم خداوند به سبب آن که در پی آن سلطان حکمرانی خداوند در ربوبیت، قدرت و خلق آفریدن بیان کرده است. در جهت دیگر تخصیص عرش و بزرگترین مخلوقات خداوند جل و علا است، زیرا خداوند جل و علا بزرگ است، برای چیز بزرگ چیزهای بزرگ نسبت میدهند. مولا علی قاری رحمت الله علیه در کتاب ملحقات در موضوع صفت علو چنین بیان کرده است که مراد از آن علو
مکانیت است، یعنی قدر و مرتبه خداوند جل و علا است و نه اذیت مکان داشتن با او. در این اعتقاد به مکان بودن خداوند تعالی در چی است؟ در تعلیمات اهل سنت و جماعت مقرر است. این چنین دیگر طایفه های اسلامی از جمله معتزله، خوارج و سایر اهل بدعت جز این طایفه که از مجسمه و جاهلان دیگر که قائل به جهت اعتقاد دارند و خداوند جل و علا از این جهت مکان داشتن نهایت عالی و چی است و بلند و منزه است. درباره این یک سوال است که امروز سلفی ها این را اساس دین قرار داده، مخالفاشون را که اگر عقیده آنها را نپذیرند تکفیر میکنند و دعوا میکنند که شما به این سوال پاسخ گفته نمیتوانید گفته. ما در این باره سه نقطه مهم را میخواهم بیان نمایم. عینه یعنی در کجا است گفتن درباره پرسیدن از دو چیز استفاده می شود. یکی درباره مکان و قرارگاه جای و دیگری درباره مکانت و منزلت مرتبه و سلطانی پادشاهی است. چنانه که امام فخر رازی سال 660 هجری در کجا یعنی بدرستین که لفظ عینه یعنی در کجا همچنانی که برای پرسیدن از مکان استفاده می شود، پس گاه به معنای پرسیدن از منزلت و مقام و درجه نیز استفاده می شود. از ساتز التقلید صفحه 126. پس اگر مقصد از این سوال خدا در کجاست این باشد که مکان خدا و قرارگاه او و سمت طرفی که او نشسته و قرار گرفته باشد در کجاست بگوی، جواب این است که خداوند از مکان و قرارگاه و سمت و طرف و نشستن و قرار گرفتن در بالای چیزی و در جای بودن پاک و منزه است که بی نیاز است و به هیچ مخلوق از مخلوقات مانند نیست. خداوند جل و علا خود میگه که استعیذ بالله ان الله غنی عن العالمین، ان الله غنی عن العالمین الله الصمد. و در دیگه آیه میگه که انتم الفقراء و نحن الاغنیاء. چنانه که خداوند جل و علا در قرآن میفرماید خداوند از عالمیان بی نیاز است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشان گفتند و من اجازه داده شد تا از ملائکه برایتان نقل کنم که پایهایشان در زمین هفتم و عرش بر بالای شانه‌هایش قرار دارد و میگوید که الها بیشک تو پاک هستی و از اینکه بگویند کجایی و در کجا می باشی. مسند ابی اعلی صفحه 496 حدیثی 480 صفحه 11. امام نورالدین حیثمی در مجموع زوائد گفته است سند صحیح، سند حدیث صحیح است. امام ابن حجر عسقلانی در مطالب العلیه جلد 4 صفحه 121 می‌فرماید امام سیوطی در تفسیر خود الدر المنصور در صحیفه در جلد 13 صحیفه 16 می‌فرماید و سند این حدیث رو سند صحیح گفتند و همچون علامه مرتضی زبیدی و سند متصل از علی رضی الله عنه روایت می‌کنند میگوید تو خدایی هستی که مکان تو رو فرا نگرفته است گفته بیان می‌کنند. نقطه دیگه همین که اگر مقصد از این سوال خدا در کجا است این باشد که مکانت و منزلت و مرتبه قدر خداوند جل و علا در کجا است بگوی، چون که پیغمبر در حدیثی که معروف به حدیث جاریه است این زنک رو پرسان شد. پس جواب این است که قدر و منزلت و مرتبه و سلطانی او خداوند از همه مخلوقات بالا و از عرش هم دیده بالاتر و کسی بالای و غالب و با منزلت و با مرتبه نیست و مخلوقات زیر تصرف و قدرت او می باشند، چون که خداوند خود می‌فرماید در سوره بقره آیه 155 می‌فرماید او بلند مرتبه و بزرگ است و العلی العظیم گفته بیان می‌کند. و در سوره انعام آیه 20 میگه که الله تعالی غالب است بالای بندگانش. اگر مقصد از سوال این باشد که با بندگان نزدیک است و دعا کنندگان را میشنود و اجابت میکند و از همه حالت بندگان واقف است، چنانکه که خداوند میفرماید
هنگامی که بندگانم از تو درباره من پرسیدند، پس بگو به راستی که من نزدیکم و دعای دعا کنندگان رو هنگامی که مرا میخواهند اجابت میکنم. سوره بقره آیه 186. پس مشکل حل شد. اگر عاقل در این گفته ها تعامل کند، حقیقت را درک میکند و به نیکبختی دنیا و آخرت میرسد. محترم عزیزان، امروز بعضی جوانانی که هستند که درباره سوال ها که از همینجا می شود که خدا در کجا است، خدا مکان دارد یا ندارد گفته، این سوال ها را گفتگو میکنند، بحثشان و وقتشان در این باره بحث انگیز میگذرانند. این را باید که با اهل همون دانشمندان باید بگذارند، درباره حرف نزنند، بحث نکنند و اونها همون مشغول نماز بخونند، عبادت الهی را کنند و همه وقت خداوند جل و علا حاضر ناظر بدانند، در بندگی خدا مشغول شوند، در این باره صفات‌های خداوند جل و علا مشغول شده، بخشونه به حفظ گذارنده گمراه نشوند و دیگران را گمراه نکنند، بلکه اینها را به دانشمندان حواله کنند که خداوند جل و علا خود در قرآن می‌فرماید: استعیذ بالله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما اگر درباره کدام چیزی بحث درباره چیزی معلومات نداشته باشید، شما اهل علم و متخصصین اون ساحه را پرسید، اونها جواب پاسخ شما را میدهد. و من خلاصه میکنم و درباره که عقیده اهل سنت و جماعت و تمام جمهور علمای اهل سنت و جماعت، چی حنفی مذهب، چی مالکی مذهب، چی حنبلی مذهب و شافعی مذهب، علماشون که درباره بی‌مکانی خداوند جل و علا چی گفتند و قرآن و احادیث حضرت پیغمبر را گفتیم و درباره اونها خلاصه اونها را سخناشون را میخواهم به سمع شما برسانم. مسلمانان چی سلف آدمای پیشینیان، چی خلف آدمای بعدینیان، آدمای بعدینیان شک ندارند که خداوند خالق عالم است، قایم به ذات خودش است، بی نیاز است از هر چیزی که غیر اوست. ما همگی به سوی خداوند محتاجیم، حتی به اندازه یک پلک چشم هم باشد ما محتاجیم. خداوند جل و علا و مخلوقاتش احتیاج نداره، از طاعتشان فایده نمیبرد و از معصیتشان ضرر نمیرسد. خداوند محتاج نیست در محلی که فراید، نه به مکان محتاج است که او جسم نیست، او جوهر نیست، او حرکت، سکون، رفتن، آمدن، در مکان بودن، جشن دادن، صورت داشتن، شکل داشتن، مکان گرفتن، یا همه چی است از جمله صفات‌های مخلوقات است. خداوند جل و علا حادث و پیدا کننده و محدث این مخلوقات است. این چیزهایی که برای مخلوقات نسبت داده می شود، برای خداوند جل و علا نسبت دادنش ممکن نیست. خداوند جل و علا خود در سوره رعد آیه 8 می‌فرماید: استعیذ بالله کل شیء عنده بمقدار. بدون که هر چیزی که تصور کرده می شود در وهم، یعنی از درازی، فهمی، چقری، رنگ ها، حالت های ضروری اعتقاد کند و معتقد کند که صانع عالم و خلاف همه این مخلوقات است که او از مکان گرفتن، از ابتدا، از انتها، از زمان، از این چیزها، همه چیزها چی است؟ منزه. ذاتی که مکان ندارد جایز نیست بر او که گفته شود او در کجاست. چنانه که ذاتی است که پیدا کرده است، که کلمه عینه را ذات خود پیدا کرده است، وقتی که او ذات که پیدا کرده باشد درست نیست او را بگوی که کیف الله گفته، نسبت کیف را برای خداوند جل و علا داده است. خلاصه از تمام حاجت ها بی نیاز است، پاک است از تمام عیب ها، پاک است از تمام نقصان ها و آفت ها، برتر است از وصل کردن به جواری، به اعضا، به آلات، به اسباب ها. سکون و حرکت سزاوار نیست به خداوند نسبت دادن حد و اندازه. احاطه نمی کند خداوند را آسمان ها و زمین. جایز نیست که نسبت داده شود بر رنگ ها و میساز کردنی ها. نمیگذارد بر او زمانی و وقت ها زاید و کم نمی شود. احاطه او را نمی رسد. او را جهت ششگانه مثل دیگر مخلوقات که موجود هست، خداوند جل و علا از جهات منزه، از جهات صفت پاک است. او موجود است، به اندازه موصوف است، به کیف. تصور کرده نمی شود او را در خیال ها و درک کرده نمی شود او را در وهم ها مانند مخلوقات دیگر.
بلکه او موجود است که مانند ندارد هیچ احد از موجودات در ملکش، پس نیست شریک از برای او خداوند جل و علا. او خالق همه آدم است، نابسته از بلندی و پستی، قادر است بر هر چیزی که خواهد انجام بدهد و هر چیزی را که خواهد موجود پیش از مخلوقات است. هر آنچه را که در معنای جسم و صفت جسم است نسبتش برای خداوند جل و علا محال است. تمام آنچه که وارد شده است در قرآن و یا سنت وصف برای خداوند است، صفت برای خداوند است. بعد همان چیزی که همچنان که وارد شده است و به معنایی که چی است؟ خداوند بی کیف، بی مثل و بی مانند است.